خوبی دکتر؟ شما خوبی؟ خسته نباشید واقعا. دکتر آیا فقط اقتصادی ببندیم؟ سیاسی هم میتونیم بپرسیم. جهانی دیگه. آره. باراک اوباما آمده؟ نه من راجع به اون صحبت کردم. خیلی خوب. بگید چی میخواید؟ منطقه‌ای نبگی؟ خیلی خوب. بگید چی میخواید؟ منطقه‌ای نبگی؟ خیلی خوب. بگید چی میخواید؟ منطقه‌ای نبگی؟ وضعیت جهان به کدوم پاسدار هزار تیری که به لقب دکترم راضی نیست. اگه خاطرتون باشه تو جلسه سازمان ملل همینجوری دراز شد رو میز تا یادداشتش برسه به دست رئیس جلسه که منو پروفسور احمدی نژاد خطاب کنید، که باعث خنده رئیس جلسه هم شد. این بار توی مسکو بدجوری گیر افتاد. داستان از این قرار بود که رئیس جمهور روسیه باش به انگلیسی سلام علیک کرد و پرسید چطوری. دکتر هزار تیر که در این حد هم انگلیسی بلد نیست، ظاهرا تو کلاس‌های دکترا کنار دست کردان باید نشسته باشه، با هم دکترا افتخاری احتمالاً گرفتن. میخواست خودش یه جوری از تک و تا نندازه و وانمود بکنه که فهمید چی میگه و میتونه جوابش رو بده. این هی زور زد یه جمله انگلیسی یادش اومد که احتمالاً این طرف اون طرف شنیده بود، منتها از بخت بدش این جمله هیچ ربطی به چطوری نداشت. جمله تبریک سال نو بود. ولی خب چون خیلی وقیحه گفت بیخیال، میگیم حالا کی به کیه. غافل از اینکه آخه الان نه سال نو ایرانیه، نه سال نو غربی هست، نه سال نو میلادیه، نه سال نو شمسیه، نه سال نو چینی هاست. من فکر نمی‌کنم فرقه‌ای باشه در جهان که این روزها سال نو رو بخوان جشن بگیره. به هر حال این غافل از این قضايا گفت بدون اینکه بدونه فرد نکته سنج و خوش‌ذوقی فیلم این صحنه رو با دقت نگاه کرده و بعد صداها رو بلند کرده که قابل شنیدن بشن و این رو در اختیار همه قرار داده. دوست عزیزی از ما خواستن که این صحنه رو در پیک شادی هم نشون بدیم، ما گفتیم به روی چشم. اما داستان زبان انگلیسی